حقایقی باور نکردنی درباره فضا. اگر شما با سرعت 100 کیلومتر در ساعت به سمت نزدیکترین ستاره بعد از خورشید رانندگی کنید، این سفر 40 میلیون سال طول می‌کشد. باور کنید یا نه، اما تعداد ستارگان جهان قابل مشاهده از تعداد دانه‌های شن روی زمین بیشتر است. فاصله زمین تا ماه حدود 400,000 کیلومتر است. شاید باور نکنید، اما تمام سیارات منظومه شمسی را میتوان در بین ماه و زمین جای داد. تعداد انسان‌های متولد شده تاکنون 117 میلیارد نفر است، در حالی که تعداد ستارگان کهکشان راه شیری بین 100 تا 400 میلیارد تخمین زده می شود. این یعنی ستارگان کهکشان راه شیری احتمالاً از تعداد انسان‌هایی که تا به حال متولد شده اند بیشتر است. بزرگترین کوه منظومه شمسی اولمپوس نام دارد، با ارتفاع 25 کیلومتر، یعنی چیزی در حدود 3 برابر اورست. تنها در یکی از دریاچه‌های هیدروکربنی تیتان، قمر زحل، 40 برابر بیشتر از کل ذخایر نفت و گاز در زمین سوخت مایع وجود دارد. ویدیوهای اسپیس تایم را دنبال کنید.